خواهری تو چند روز آمدگی در همه جا آوازه و دروازه شده است که با کدام مردک گشته از او کودک دار شده است. اکمل خیز این راننده همون تاکسی است. کودکی در دستش شده این دخترچه ما است. چی؟ من وقتی تو در زنگ زدم گفتی که من کلینتو را میفرارم میام. انیق اینجا معلوم میشه که او بیور گرفت کودک را در دست سپاری برآمد رفت. برای چی کودک را با خودش نبرد؟ با همه دمدوان دادیم؟ بله. من خودم نفهمیدم چی دخترچه من به اینجا آمد؟ یا این کودک را بوده به سهرمتی یا من این خونه برآمده میرم. یگان گپ نگفته از پیشم رفت. یک کمتر پیش به همین مغازه شما یک زن در آمده بود. شما مردها همتون همی خیلی دروغگو و درویه هسته. من کودک را در همون تاکسی ماندم و رفتم. از روی کثافتی خواهرت دیدی که همه جای در هم شده است. یک طوری گریستن خدا میدونم باز به سر آن چی بلاها را میآورد. بچه ها راکی رو را نداده داخل. با فکر میمورا نشنو. با من کی و چی بودنتان مهم نیست. پول ما رو دیهید. بچه ها آخر با فکر ما اگه گفت خطا نگفتم. من فقط حقی خدمت طلب کردم. حق؟ منم با تو. ولی من چی شد؟ از کودکی در دستت بوده شرم میکنی؟ ترسیدی که مردی؟ چی داری؟ تاکسیست پول ما تو را کشتن نمیخواهیم. ما دم پول در کاره. خیر رفتیم.
دلم کم کم از تو دور میرفت. لیلا تو تماما خطا فهمیدی. این کودک از من نیست. شبها دیر می اومدی لیکن در آخر همش معلوم شد که تو زنی دیگر داشته ای. تو با من خیانت کردی. خیانت بفهمی من با تو دیگر زندگی کردن نمیخواهم. لیلا با تو گفتم که این کودک از من نیست. باز شرم نکرده دروغ هم میگویی. بدونی چی؟ من با تو دیگر زندگی نمیکنم. فهمیدی مرا؟ لیلا لیلا سعید سعید ای چی درده بود با سر من آوردی؟ لیلا با در زندگی هم بود مرفا. دوستان با فکرم کمتر دیر کردم. بخشش دیر کردن رو نمیدونم نه که زندگیم رو ویران کردی با این کودکی بی‌صاحبه. آخه چی شد؟ دلوا من چیکار میکنم تو؟ من نمیدونم. در نبودن من تو چی گفتی که این دوستی من از توی قدر خفه شده است؟ با فکرم تو رو از روی انانی گردگیت مادرت پرتفته رفت. لیلا انا تو در کجا بودایی؟ راستش را گپ زن. کودک از کی بود؟ با خدا قسم همش رو به تو گفتم که چرا مرا باور نمیکنی؟ هی شما مردها همتون همی خیلی دروغگو و درویه هسته. لیلا سعید است کو همون تاکسی جورم به نزد من اومده بود. ما کمی صحبت کردیم با او زنگ زدم. سعید مرا گفت که همین کودک رو یک لحظه نگاه کنم. بعد سعید رفتم کمی پس تو اومدی. خیر فرما. برای چی کودک را با خودش نبرد؟ آخر میدونی کلینتش باری بسیار داشته. درون و بیرون ماشینش پر میشده است. هیچ باوری هم نمی آید. خیر بینده؟ زنک جان لباسای از رو پشت یک به تماشا رویم. من با تو با یکم جا نمی روم. این خیلی باشد من با بیرون می روم. با بیرون می روم گفته با بناز زیوچه هم کودک نروی. قدر دلم از تو پر نیست. نه اگر خواهی بیا یک جای با بیرون می رویم. ما خانه یا چه میرم. در اینجا دلگیر شدم. یک دو روز می ایستم بعد می بیام. با تاکسی می روی؟ نمیدانم. برای کی برآمدم. یکان ماشین پیدا می شدگیست که تا خانه یا چم روم. لیلا اگر خواهی سعید جورم رو زنگ زنم اومده با ماشین تو رو با خانه یا چهت برد. نه رحمت من خودم رفتم می توانم. این خیلی باشد من می روم. هی مردک این خواهری تو چند روز آمدگی در همه جا آوازه و دروازه شده است که با کدام مردک گشته از او کودک دار شده است. خواب کن میفهمم کاری خوب نمیشود.
از روی کثافتی خواهرت دیدی که همه جای درمان شده است. یک دو روز گریستن خدا میدونم باز به سرم چی بلاها را میآورد. زنک بسیار سرم را گرم نکن، رو از پیشم. باز پشت خواهرش را میگیرد. بشین تو زیغ نشو، به گفای انگت اهمیت نده. اکا جان خیریت که تو در برم هستی. زیغ مشو، همهش ناز میشه. الو زینب تو در کجا هستی؟ باز چی میگی؟ در نزدی همه شرمنده و بی آبروم کردی. ما باید بخوریم. در کجا؟ مایلش خیر. با فکرم ها آنمون خونه بود. خوبترش از نزد درش کمتر دورتر استیم خوب می شود. یگان سون پول تیم دستی خالی آمدیم. احمد با فکرم پول تیم خوبتر می شود، چون که معلوم است سطح زندگیش با مانند زندگی ما خیلی بد است. کودک را با خود میبری یا که نه؟ نه، کودک خوب است. یک سری قدم در آمده زود بر آمده می رویم. باید ما باز با میلیسا خونه رویم. خوب این طور باشد رفتیم. احمد تو فرا رو، من کودک را یک جایش رو دیگر میکنم، از پست می آیم. خوب ببخشید، با فکرم خونه اکای بردین همینجا بود. بله. اون کس در خونه باشن؟ بله. او رو خبرگیری اومدیم. اکا جون در خونه. مایل خواهد.
زینب گیر یکون چخور کودک من در چه حال باشد؟ آن مرد برده پرتافت یا خامهش بود؟ چهره آن مرد رو در خاطر داری؟ نه، چهرهش را در خاطر ندارم، لیکن آن مرد بسیار مردی حلیم می نمود. اکمل، شاید رفته به میلیتسیا مراجعت کنه. چی تو عقل دل خورده ای؟ ما رفته به میلیتسیا چی میگوییم؟ میگم کودک خودمون رو در تاکسی مانده گرفتیم. و فکر من آن مرد کارها از بالای تو شکایت نیسته است. اکمل، چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودکی مرا پیدا کن. شد جانکم، تو زکی نکن. ما یک ایلوچ کرده فرزندمون رو میبینیم. اکا رقم تلفن هم میدونی هر چیزی که لازم شد زنگ زن اکا جان. خب بچه ها گفتن تو حقوق با ضرر نیست، یک دو روز پس میگذارم. این خیلی باشد، خودت رو احتیاط کن. خوب اکا. بله خوب اکا جان. خوب تو چیکار کردی؟ با همه دعوت دادی؟ بله، یک دو شناس مونده بود، یک ساعت پیش روان کردم. شما چیکار کرده؟ با رغبت طرفانه صحبت کردی؟ بله، با او صحبت کردم. 80% مبلغ را سپریده. زینب، میدونی چی شد؟ رهبر طرفانه یک شناسی پدرم آمد. او بسیار انسان خوب است. و گفت که خانواده مبلغ رو نیاری. این در روز توی با تو توفه. اوه، زور کو؟ بله جناب. برای انتخاب لباس رفتی تو؟ راستی که چند جا رو گشتم اما محفوظ نشید. باز همون سوال دوگانه برم. این کودک رو من چه شیرین روی است. اکمل، اگر ما هم کودکمون را گم نمی کردیم انا هم خیلی شیرین رویک بود. این کودکی کی باشه؟ چه کودک شیرین رویک است. بخشش من خدا نفهمیدم چی که دخترچه ما به اینجا آمد. عذر.
دار هیچ کم نیم ما هم یه وقت دار خب یک بار دیگر بخشیش زینب درباره چی صحبت داشتی؟ من این مرد رو کجا دیدم؟ کجا دیده باشم؟ چهرش بسیار شیرین بنام. یا بسم الله. این پسر یا دختر؟ دختر است. اکمل این همون مرد است. همون مرد است. چی؟ کدام مرد؟ اکمل خیز این راننده همون تاکسی است. کودکی در دستش شده این دخترچه ما است. چی؟ من حس میکردم که کودک اون زنده است. اینجوری نشه ما چهره و مرد رو دیدیم او رو از تک زمین هم شاید نیابیم اکمل التماس یک بلا کده کودک مرا یا التماس دیده نکنیم اکمل